این منم. استروئید زدم، پپتاید زدم، سوماتروپینم در دوران تمرینات حرفه‌ایم زدم. من تجربه کردم. هیچی تهش نیست جز عوارض برای ورزشکاران مبتدی. با تمرین خوب، غذای خوب، مکمل خوب هم میشه بدن خوب ساخت. بدنسازی راه 1000 شب است که باید تو 1000 شب طی بشه. تنها چیزی که این مسیر رو کوتاه‌تر میکنه داشتن مربی متخصص خوبه. این ویدیو رو دیدی، حالا انتخاب با خودته که پپتاید و استروئید و سوماتروپین و سارم و این چیزا رو استفاده کنی یا بدنسازی رو به صورت نچرال ادامه بدی. باور کن هیچ چیزی تهش نیست. اینو منی که تجربه کردم دارم بهت میگم. امیدوارم موفق باشی. هر گونه مشاوره ورزشی و بدنسازی هم داشتی میتونی در واتساپ با من داشته باشی. بدرود.